مجموعه ویدیوی ارتش شیطان قسمت 11. مجموعه ویدیوی ارتش شیطان بیان کننده نکات پنهان از نقشه شیطان برای تسلط بر افکار جهانیان و در نهایت به جهنم کشاندن آنهاست. در این قسمت موضوع تلویزیون و سازمان ایلومیناتی را مورد بررسی قرار داده است که چگونه ارتش شیطان بر رسانه‌های جهان مسلط شده و در حال پیاده کردن نقشه‌های خود هستند. مشاهده این مجموعه ویدیویی باعث آگاهی بیشتر بینندگان عزیز می‌گردد. بزرگترین وسیله هیپنوتیزم در روی زمین همان جعبه مستطیلی هست که در کنج اتاقتان قرار دارد که دائما به ما میگوید چیزی را که میبینی حقیقت است. False news has become all too common on social media. More alarming, some media are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Dangerous. extremely dangerous to our democracy. Extremely Dangerous to our democracy. What's happening is we are being حقیقت این است که ما از گهواره تا گور توسط چنین افراد هیپنوتیزم و یا خواب آوری مصنوعی می شویم. گویندگان خبر، سیاستمداران، معلمین و اساتید ما مکرراً پرگرام می شویم تا جهان را به روش معین مشاهده کنیم. سحر یا جادو یک حقیقت است و مردم آن را تجربه می کند و یک نوع آن از طریق چشم امکان پذیر است. اغوا کردن و یا فریفتن چشم از طریق تلویزیون و نمایش که عبارت است از جادوی چشم ها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير. می خواهم این حدیث را ترجمه کنم. حصیر یک بافت یا صفحه هست مانند ماتریکس به این شکل که از بافت های عمودی و افقی ساخته شده و یک صفحه هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فتنه به شکل صفحه به قلب ها نمایش داده می شود. عودن که از دو نوع خطوط تشکیل یافته، یعنی خطوط افقی و عمودی. این یک تلویزیون هست، به عبارت این حصیر هست یا یک صفحه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فتنه به شکل صفحه به قلب ها نمایش داده می شود. کالحصیر و این گونه هست که شیطان قلب ها را تخریب می کند با نشان دادن مکرر فتنه ها در فیلم ها و در تلویزیون تا اینکه مردم به خشونت و فحشا خوبی گیرند. اگر به تمام تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته مشاهده کنید، می‌بینید که خشونت در مدیا نه تنها از لحاظ کمیت افزایش یافته، بلکه همچنان بیشتر گرافیکی، شهوت انگیز و وحشت برانگیز است. این گام‌های شیطان هست. اگر فیلم‌هایی را از سال‌های 1940، 1930، 1950 و 1960 مشاهده کنید، می‌بینید که بسیار آهسته پیش می‌رود و مردم را این گونه می‌فریبد. مردم را به گونه تدریجی به سمت خود جلب می‌کند. فیلم‌هایی را می‌بینید که حاوی خشونت هست. این از قدم‌های شیطان. خشونت و فحشا دو وسیله مهم اوست، چون این دو تأثیر بسیار شدید بر روان انسان می‌گذارند. و این دو روش است که واقعا قلب‌ها را فاسد می‌سازد. این آمار مربوط به آمریکا می شود، اما متاسفانه به سوی شما نیز می آید. 80% فیلم‌های محدود شده، 70% گیم‌های محدود شده و 100% موسیقی با محتوای غیر محدود برای اطفال زیر سن 17 به بازار عرضه می شود. بنان آنها می دانند که چه می کنند. آنها نوکرها و عساکر شیطان هستند، خواه بدانند یا ندانند. ولکنهم لا یشعرون، اکثرشان ناآگاه هستند. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ما با آزادی بیان باور داریم، ما به بیان هنری باور داریم، ما فاسد نیستیم. نه، آنها ترویج دهنده فساد هستند، اما آگاه نیستند، بنان اکثر آنها نوکر هستند. فعلا اوسط اطفال در امریکا دارای سن 18 هستند و تا این سن 200,000 عمل خشونتبار و 16,000 قتل را مشاهده کرده اند. اطفالمان را پرگرام کردند که خشن به بار بیاید. این اوسط وقتی است که صرف تماشای تلویزیون می شود.
5.11 ساعت روزانه در آمریکا 99% خانواده ها حداقل دارای یک تلویزیون هستند. به طور اوسط 2.4 تلویزیون در هر خانواده. درست؟ چون بعضی ها 5 تا تلویزیون دارند، بعضی ها در هر اتاق یکی دارند. 56% شهروندان امریکا کسانی هستند که برای شبکه‌های کیبل پرداخت می‌کنند. 49% آنها گفتند که بیش از حد تلویزیون مشاهده می‌کنند. واقعاً عجیب است. اطفال بالای سن 2 سال حدود 34 ساعت در هر هفته در مقابل تلویزیون می‌نشینند. از سن 2 الی 11 سال 24 ساعت در هفته را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند. از 54% اطفال بین 4 الی 6 سال وقتی پرسیده شده که دوست دارید وقتتان را بیشتر با پدرتان سپری کنید یا در مقابل تلویزیون را ترجیح داده‌اند. متعلمین به طور میانگین 900 ساعت را در مکتب می باشند و 1200 ساعت را تلویزیون تماشا می کنند. درست؟ با گذشت زمان از مکتب خارج خواهند شد. عجیب است. 16,000 بار اعلان تجارتی 30 ثانیه‌ای در یک سال مشاهده می شود. و می دانید چی می گویند؟ حال پیام مهمی از حامی مالیمان. پیام در عربی رساله هست و این دلیل اصلی هست. آنها از شما می خواهند که اجناسشان را بخرید و مصرف کنید، چون این یک جامعه مصرف کنندگان است. کارتون ها بسیار جدی هستند. این کارتون برای نوجوانان است. کسی که این کارتون را ساخته یک ملحد و کافر است. به هیچ چیز باور ندارد، به همه چیز تمسخر می کند و بدبین است. اطفال این کارتون را می بینند. این کارتون بسیار معروف است. این یکی کلن در مورد شبیه جنیات و آیین سری می باشد. اسکوبی دو تمام این آیین را در خود دارد. تمام این کارتون ها به شما عرضه می شود و اطفالتان با این چتیات رشد می کنند و باید جدی فکر کنید. چتیات را می آموزند و به آن عمل می کنند. باید جدا فکر کنید که با ذهن اطفالتان چی می شود وقتی بگذارید تلویزیون را تماشا کنند. اطفال چیزی را که می بینند تقلید می کنند. حال ملفیسنت، ببینید دیزنی قبلا فیلم های را عرضه می کرد که جادوگر یک شخص بد بود، اما حالا آنها اطفال را اغوا کرده اند. این فتنه هست. ببینید قبلا جادوگر را به یک پیرزن تشبیه می کردند، ولی با مرور زمان فرق می کند. حال آنها جادوگر را تشبیه به فردی می کنند که اکثر مردم او را یک زن زیبا می پندارند و به او ماسک بافمورد را پوشانیدند و حال او اغوا کننده شده. شیطان مردم را به تدریج منحرف می کند. اینها چیست؟ چرا این کار را می کنند؟ چرا بر سرتان شاخ می گذارید؟ ما انسان هستیم، جن نیستیم. و این علائم را ببینید. چرا آنها این سمبول ها را استفاده می کنند؟ چرا این همه سمبول های یک چشمی در بین این هنرمندان وجود دارد؟ هیچگاه ندیدم که یک فرد نرمال این کار را کند. چرا آنها چنین می کنند؟ چون این دین آنهاست. آنها خدای یک چشمی را می پرستند. چرا آنها اطفال ما را علاقمند کرکترهای یک چشمی می سازند؟ چرا این همه یک چشمی ها؟ هدف چیست؟ چرا تمام این سمبول ها دارای یک چشم هستند؟ بر اساس یک پژوهش و تحقیق، صفحات بعضی از تلویزیون ها و مانیتورها می تواند میدان الکترومغناطیسی ضعیف پخش کنند که در فرکانس های 0.5 هرتز یا 2.4 هرتز انتقال می یابند، طوری که ریزونانس احساسی را تحریک کنند. اثرات فیزیولوژیکی در پاسخ به تحریک پوست توسط این امواج در یک فرد به گونه امتحانی مشاهده شده است. این امواج رفتار شما را کنترل می تواند. این امواج تاثیر منفی بر سیستم عصبی شما دارد و باعث می شود که مغز شما بر اساس آن از خود عکس العمل نشان دهد و نیز مغز شما را آماده می سازد که هر چیز را از صفحه تلویزیون عکس می کند قبول کند. و می دانید وقتی شما تلویزیون را تماشا می کنید در یک حالت امواج مغزی می روید که متمایل به نیشه هیپنوتیزم می شوید و آن قدر دقیق هست که بر اساس این سیستم به گونه نیمه آگاه و واقعی ما را تحریک به این می کند تا به جهان به روش خاصی بنگریم. آنها می خواهند چیزی را که در سرمان هست را تلقین کنند تا جهان را که آنها می خواهند ببینیم. بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از علائم قیامت این است که دیشها با هم ارتباط برقرار می کنند و صله رحمی از بین می رود. إن من علام الساعة وأشراطها أن تواصل الأطباق وأن تقطع الأرحام. این برای من یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، چون من باور دارم. در الجزایر مردم به دیش چی میگویند؟ طبق.
در آفریقای شمالی به ستالایت دیش اطباق میگویند و این معنی دقیقش هست. در شرق آن را سوهون یا دیشات میگویند و سوهون معنی درست آن نیست، چون صحن به ظرف گفته می شود که صاف باشد مثل پشقاب. طبق به ظرف مقعر گفته می شود. بنان اطباق معنی دقیق آن هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقاً کلمه را به کار برده که برای ارتباطات دیش ها استفاده می شود، مواصلات. او صلی الله علیه و سلم فرموده تواصل الاطباق که دیش ها به گونه متداوم با هم در ارتباطند و مردم صله رحمی و ارتباطات فامیلی خود را قطع می کنند. به عباره دیگر مردم در خانه های خود نشسته و تلویزیون را در ستالایت دیش مشاهده می کنند و همسایه خود را عیادت نمی کنند. این برایم یک حدیث شگفت‌انگیز است. امروزه تمام خدمات ارتباطی یعنی اینترنت، خطوط تلفن، شبکه‌های تلویزیونی و غیره توسط دیش ها صورت می‌گیرد و دشمنتان یعنی شیطان شما را با این وسایل از هم جدا ساخته است. ببینید شما تنها هستید حتی اگر با هم باشید. اگر چنین ادامه یابد با نسل آینده چه خواهد شد؟ شما مسئول هستید ارزش‌های اساسی را به آنها آموزش دهید و آنها را از تأثیرات منفی این ابزار نجات دهید. آنتون لووی بنیانگذار معبد شیطان میگوید بعضی از شما نوشته های مرا راجع به تلویزیون یعنی خدای نوین مطالعه کرده اید. نکته کوچکی که تا حال یادآوری نکردم این است که تلویزیون روش اصلی برای نفوذ آیین نوین شیطان پرستی در اجتماع است. تلویزیون وسیله سرگرمی لعنتی است. تلویزیون یک سرکس است، یک کارنیوال، کاروانی از آکروبات ها، قصه گویان، رقاصه ها، آوازخوان ها، جادوگران، شعبده‌باز ها و فوتبالیست هاست. ما برای از بین بردن خستگی هستیم. خب اگر حقیقت را می‌خواهید به سوی پروردگارتان بشتابید، به خود رجوع کنید چون این یگانه راهی است که حقیقت را می‌یابید. اما شما هیچ حقیقت را از ما حاصل نخواهید کرد. ما هر چیز را که می‌خواهید بشنوید برایت می‌گوییم. ما دروغ می‌گوییم. ما برایتان میگوییم که کوجک قاتل را دستگیر خواهد کرد و اینکه هیچ کسی در خانه آرچیبندکر مبتلا به سرطان نمی شود و هیچ فرقی نمی کند که بچه فیلم در چه چالش هایی است. نگران نباشید، در آخر او برنده خواهد شد. ما چتیات را که شما میخواهید بشنوید برایتان میگوییم. ما با فریب سر و کار داریم. هیچ چیزی اینجا حقیقت نیست و شما با سنین، نژادها و عقاید مختلف هر روز و هر شب نشسته و ما را تماشا میکنید. ما تمام چیزی هستیم که شما میدانید. شما هر چی که اینجا پخش میشود را باور میکنید. شما به این باور میرسید که تلویزیون واقعیت دارد و زندگی خودتان واقعی نیست. هر چی که تلویزیون میگوید شما میکنید. شما پوشاک و خوراکتان را از تلویزیون تقلید میکنید. اطفالتان را همان طوری که تلویزیون میگوید بزرگ میکند و حتی افکارتان را از آن کاپی میکنید. این یک جنون اجتماعی است. دیوانه ها، به پروردگار سوگند که شما حقیقت هستید و ما یک فریب هستیم. پس خاموش کنید تلویزیون هایتان را، خاموششان کنید. همین ها را خاموششان کنید و رهایشان کنید. درست در بین همین جمله خاموشش کنید. خاموشش کنید. طوفان می آید و هیچ مانعی در مقابلش نیست. حال هیچ سقفی وجود ندارد چون سیگنال ستالایت از سقف عبور می کند. سیگنال در خانه هایتان وارد شده و شما هیچ مانعی در مقابل آن ندارید. اصحاب کهف چیکار کردند؟ به غار فرار کردند. این چیزی است که شما را از دجال حفاظت می کند. شما هم در غار باشید و از این چیزها خود را حفاظت کنید. خانه شما دارالاسلام هست. خانه هایتان را حفاظت کنید و شیطان پرستان را نگذارید که در آن نفوذ کند. اطفالتان را حفاظت کنید. آنها پاک و معصوم هستند. ببینید آنها زیبا هستند. آنها فطرتاً آماده هستند که لا اله الا الله و محمد رسول الله را یاد بگیرند. هر چی بگویید آنها باور می کنند. اما اگر در مقابل این چیزها رهایشان کنید به آن باور خواهند کرد. منتظر قسمت های بعدی باشید ان شاء الله.